هزاران سال جنگ و نفرت، دشمنی ابدی و جنگ‌های همیشگی، نبردی بین سلطان جنگل و لاشخورهای بیرحم. امروز قراره به نبردی مهیج بین دو شکارچی بزرگ دشت‌های آفریقا بپردازیم. شیر پادشاه جنگل در مقابل گله کفتارهای بیرحم. در این جنگ قدرت کدوم یک برتره؟ قبل ادامه ویدیو حتما نظرتو بگو و تا انتها همراه هم باش تا ببینیم کی قوی تره. شیرها بزرگترین گربه‌سانان آفریقا هستند و به خاطر یالهای باشکوهشون شناخته میشن. اونا حیوانات اجتماعی هستن و در کنار هم زندگی میکنن. شیرها شکارچیان بیرحمی هستن که با هماهنگی و استراتژی دست جمعی به شکارهای بزرگی مثل گوز، بوفالو و حتی فیلهای جوان حمله میکنن. در مقابل کفتارها موجوداتی فوق‌العاده تطبیق پذیر و اجتماعی هستند. اونا در گله‌های بزرگ زندگی میکنن و اغلب به عنوان لاشخورهای بیرحم شناخته میشن. اما برخلاف تصور عمومی، کفتارها شکارچیان ماهری هستند و توانایی گرفتن طعمه‌های بزرگی رو دارن. اما بریم سراغ یه مقایسه خفن بین این دو شکارچی بیرحم. قدرت بدنی. شیرها به خاطر اندازه بزرگ و عضلات قویشون قدرت فوق‌العاده‌ای دارن. یک شیر نر بالغ میتونه وزنی حدود 190 تا 230 کیلوگرم داشته باشه و میتونه با یک ضربه قدرتمند طعمه خودش رو از پا در بیاره. عضلات قوی در پاها و شانه‌های شیر به اون اجازه میده تا در نبردهای تن به تن بسیار مؤثر باشن. و همچنین بدن کفتارها به طور طبیعی عضلانی و قدرتمندن، به خصوص در ناحیه شانه‌ها و گردن. این ساختار بدنی به اونها اجازه میده تا به راحتی طعمه رو جابجا کنن و با سایر شکارچیان به طور مؤثر مبارزه کنن. اما قطعاً به تنهایی شانسی برای مقابله با شیرها ندارن. قدرت فک. شیرها دارای دندانهای نیش بسیار قوی و تیز هستند که طول اونها میتونه به 8 سانتی متر هم برسه. فک قدرتمند شیرها به اونها اجازه میده تا بتونن به راحتی از میان گوشت و استخوان‌های طعمه عبور کنن. قدرت گاز شیرها میتونه به 650 پوند برسه که به اونها اجازه میده به راحتی طعمه رو از بین ببرن. یکی از برجسته ترین ویژگی‌های کفتارها قدرت فک اوناست. قدرت گاز کفتارها میتونه به 1100 پوند برسه که به اونا اجازه میده تا استخوان‌های ضخیم رو به راحتی خرد کنن. این قدرت فک به کفتارها کمک میکنه تا از لاشه‌ها به طور کامل استفاده کنن که مشخصه از نظر قدرت فک برتری کامل با کفتاره. شکار. شیرها میتونن در مسافت‌های کوتاه با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بدون. این سرعت بالا به اونا امکان میده که به طور ناگهانی و غافلگیرانه به طعمه خودشون حمله کنن. البته شیرها به سرعت خسته میشن و برای استقامت‌های طولانی مدت ساخته نشدن. اما کفتارها به صورت گروهی و با استراتژی‌های خاص خودشون به طعمه بزرگ حمله میکنن. این رفتار گروهی به اونا کمک میکنه تا حتی با شکارچیان بزرگتر و قوی‌تر از خودشون هم مقابله کنن. در یک نبرد گروهی تعداد کفتارها و همکاری بین اونا نقش کلیدی رو داره. قدرت حمله. شیرها میتونن به راحتی طعمه‌های بزرگ رو مثل بوفالو، زرافه و حتی فیل‌های جوان رو شکار کنن. اونا با استفاده از ترکیبی از قدرت، سرعت و تاکتیک‌های هماهنگ گروهی میتونن به شکارهای بزرگی دست یابن که برای بسیاری از شکارچیان دیگه غیر ممکن. در مقابل کفتارها هم 60% غذای خودشون رو شکار میکنن ولی در نهایت لاشه خورن. اونا دوست دارن از غذای شیرها تغذیه کنن و همین عامل هم باعث شده که جنگ‌های زیادی بین این دو حیوان رخ بده. در صورتی که یک شیر اگر یک کفتار رو نزدیک غذاش ببینه، غذاش رو رها میکنه و سعی میکنه اول اون رو بکشه. جنگ. همونطور که گفتم این دو حیوان از هزاران سال پیش با هم درگیر بودن و با هم در جنگن
در مقایسه‌ای که داشتیم مشخص شد که یک شیر توانایی شکست چندین کفتار رو داره، ولی زمانی که تعداد کفتارها زیاد بشه دیگه سلطان جنگل هم وادار به تسلیم میشه. رهبران گروه شیرها قوی ترین شیر گروه محسوب میشن و رهبران گروه میتونن در مقابل کله کفتارها خیلی خوب قدرت نمایی کنن، اما توان کشتن همشون رو نداره. ولی شیرها هم به صورت گروهی حمله میکنن و اگر تعداد شیرها هم زیاد بشه مشخصه که کی برنده نبرد. همچنین نام شیرها و قبیله های زیادی که با کفتارها مبارزه کردن و القابی مثل کفتارکش رو به خودشون گرفتن در تاریخ حیات وحش ثبت شدن. بادوملا یکی از اون شیرها بود که ویدیوش داخل کانال هست و میتونید حتما ببینید.